او ابخانی بهتر محبت داره، بازم بهتر سرام میگیره، بازم درسوستره. خدا شاهده دروغ بگم. شما الان کجا زندگی میکنید؟ من که پلکه که نبوت که نبود. یه بار نرزه میوردن آشورا تاسوبا بود، من اومده بودم یه خط آشغال بزنم بیرون، خیلی هم خب دلم مثلا میخواد، گفتم برم هولم میدم مثلا میندازن نیم دوره من کجا نرزه میدم. ابخانیه وایسود قصهشو داد به من، اما نمیخواستم اما مثلا محبت میگم، معرفت میگم. هیچ گونه خدماتی بهشون عرضه نمیشه. فقیرترین محرومترین آدمای ایران هم هستن. شما دوستی آشنایی رفیقی داشتین اهل افغانستان؟ آره زیاد داریم. الان تو روستا خودمون سمت لرستان داریم، اون که اومدن اونجا دارن گوسفندا رو میچرونن. بنده خدا دیگه داریم. چه جور آدمایی بودن باهاتون کار میکردن؟ خیلی آدم Likey